امروز همه جا مه گرفته، نمیفهمم. هوام خیلی عالیه، گرم دیگه. ما یک شکر بریم بیرون تا ببینیم کسی هست نیست. درخت ها زیر غبار گم است. مه به شدت زیاده دیگه. خدمت عرض کنم که امروزم شنبه، فکر میکنم دی فروریه. هوا دیگه خیلی عالی است، کسی نبود که با هم بریم. منم به تنهایی برم یک دور بزنم. خیلی هوا عالیه، واقعا عالی است دیگه. فکر کنم کم کم در فصل بهار نزدیک میشیم. فقط حیف که هوا امروز آفتابی نیسته. اگه آفتابی می بود واقعا عالی بود. هیچ کسی نیست در خیابان، هیچ کس. ساکت آرام. فقط از داخل اینزی کارخانه اگر اشتباه نکنم صدای رنده میه. اینجا از او کارخانه میز است. البته از اون میزایی که کنده چوب رو میاره بریش میکنه و فقط همونطوری میز درست میکنه دیگه. تراش مراش نمیکنه که اطراف صاف کنه فلان. آره دیگه همه جامدر ساکت و آرامه دیگه. اینجا یک تراکتور از روبرو میه، یک تراکتور از روبرو میه. حالا ممکنه که یک ماشین از پشت سر میه. کم اینجا یک تصادف نکنیم دیگه. اینم یک دی هوای خوب. هیچ کسی نیست، هیچ کس. دی هوای عالی، هیچ کسی نیست. فقط